مومد پیکان یک شخصیت محبوب در میان علاقه‌مندان به خودروهای کلاسیک ایرانی به ویژه پیکان است. او با حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوای مرتبط با پیکان به چهره‌ای شناخته شده در این حوزه تبدیل شده است. در ویدئویی از یوتیوب، مومد پیکان در شهر لیورپول با پیکان خود دیده می شود که نشان دهنده علاقه و فعالیت او در زمینه خودروهای کلاسیک ایرانی حتی در خارج از کشور است. همچنین مهندسی برق و مکانیک است و با صرف هزینه و زمان پیکانی با قدرت تو حزس اسم بخار ساخته که از نظر فنی و ظاهری بسیار برجسته است. در نهایت مومد پیکان با فعالیت‌های خود در فضای مجازی و علاقمندی به خودروهای کلاسیک به ویژه پیکان نقش مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ خودرویی ایران در خارج از کشور ایفا می‌کنند.